من، پرند، بازرگان جنوبی، انتهای سامان، سوپرمارکت ولیعصر. مالک سوپرمارکت ولیعصر هستم. یک ماه پیش یه خانومی مشتری بود اومده از من 3 تا از این کلوچه‌های ستاک، محصولات ستاکه، 3 تا از این کلوچه‌های ستاک از من خریده برای مدرسه بچه‌ش. متاسفانه یکی از کلوچه‌ها رو بچه باز کرده، یا متوجه نشده یا چیزی کلوچه‌ها رو خورده، دیده بدمزه است. بچه کارش به بیمارستان رسیده. مادره با عصبانیت و گریه اومد در مغازه من داد و بیداد که چرا این کلوچه‌ای که کپک زده رو شما فروختی. منم خیلی عذرخواهی کردم از این خانم، ولی عذرخواهی من به درد این خانم نمیخورد. بچه این خانم بیمار شده بود تو بیمارستان. یک لحظه من به تاریخ این کلوچه ستاک نگاه کردم، دیدم این کلوچه 1 ماه خورده تاریخ داره. به این بنده خدا من نشون دادم که خانم مشکل از ما نیست، مشکل از تولید این ستاک، این محصوله. خانم آروم شد، قبول کرد حرف منو، تاریخ داشت. از اون روز من تا 4-5 روز پیش کلا درگیر این بودم که بتونم تماسی با این ستاک داشته باشم. تمام بیسکویت های ستاکو، محصولات ستاکو همه رو آوردم، تمام شماره تماسایی که اینجا گذاشتن، همه رو دونه به دونه من زنگ زدم. متاسفانه هیچ کس پاسخگو نشد برای من یه شماره تماس نتونستم پیدا کنم که بتونم فیلمی، عکسی برای شرکت ستاک بفرستم. تا چند روز پیش ویزیتورش اومد مغازه من، یعنی قبل از اون ما بار سفارش دادیم به ستاک، مونتا اصلا هیچی به ویزیتور نگفتیم، گفتیم بذاریم بارو بیاره، چون که شماره مدیر به من نمیداد، گفتیم بذارین آقا بارو بیاره، بارو آورد گذاشت، گفتیم برو چند روز دیگه بیا حساب کتاب تو بگیر. چند روز دیگه این آقا اومد، من به ایشون گفتم، به ویزیتور گفتم این محصولات شماست، کارتون آوردم کارتون کلوچه رو. این آقا حداقل 7 تا 8 تا از این کلوچه ها رو باز کرد، دید کپک زده است. بنده خدا ویزیتور دستش درد نکنه، شماره مدیر رو گرفت. من با مدیر صحبت کردم، همینی که الان دارم برای شما بیان میکنم، برای مدیرم این صحبت ها رو کردم. مدیر برگشت به من گفت برو اولا به من گفت شما حساب کتاب تو بده. گفتم آقا بحث پول نیستش، که من این بار رو نگه داشتم که شما رو پیدا کنم، به شما دسترسی داشته باشم. من الان 1 ماه نمیتونم با شما در تماس باشم. این آقا خیلی جدی به من گفت خانم اینه که هست، برو شکایت. محصول ستاک، کلوچه ستاک تاریخ داره، ولی متاسفانه کلوچهش کپک زده. از مردم عزیز میخوام اینو دست به دست هر جایی که میتونید بفرستید، کسی نتونه از این محصول استفاده کنه که باعث بیماری کسی بشه، خدایی نکرده. از مردم عزیز خواهش میکنم این دست به دست بچرخه تا برسه به دست اصلی که مسئول این شرکت، صاحب اصلیش متوجه بشه که چه چیزی رو داره تولید میکنه، دست مردم میده، دست بچه‌های مردم میده. اول ویدیو من به مردم عزیز گفتم، آدرس اعلام کردم، خانواده این بچه هم راضی هستن بیان برای شهادت.